چرا این شخص با وجود این که دولت ایران به برگه‌های سرشماری اقامت نمیدهند و این برگه را داده و خبر خوشم که ای است، خبر خیلی خوش است که این برگه مدت 1 سال اعتبار داره و ما توسط از این برگه دمی تاریخ خروج اجباری را صادر میکنه و این شخص آمده در فضای مجازی گفته که ایران به برگه‌های سرشماری 1 سال اقامت میده. بریم این شخص را ببینیم. سلام و عرض ادب خدمت یکایک شما دوستای مهربانم و کانال یوتیوب پرنده مهاجر. خوش آمدید. با من زهرا خاوری همراه باشید. دوستای عزیز، چهره جنجالی فضای مجازی امروز را پیدا کردیم و آمدیم از نزدیک همراهشون صحبت بکنیم که چطور تانستند در ظرف 1 روز اینقدر مشهور شوند و حاشیه‌ساز در کل فضای مجازی. این شما و چهره جنجالی مجازی. خب سپاسگزارم خانم خاوری. دوستا سوال‌های خیلی زیادی داریم، اما در قدم اول میخوام که خودتان رو برای دوستای ما معرفی کنید. خب سلام و عرض درود به شما و بیننده های چینل یوتیوب پرنده مهاجر. بنده علی هنردوست هستم. خوشحالم که در کنار شما هستم، در خدمت شما هستم. سلامت باشید. ما خوشحالیم آقای هنردوست. آقای هنردوست، سوال‌های خیلی زیادی داریم از اونجایی که خب خیلی جنجال برپا کردین در فضای مجازی. در ظرف 1 روز خیلی ویوی بالا هم در تیک تاک، هم در اینستاگرام، هم در فیسبوک و هم در یوتیوب گرفتین که سوال‌های خیلی زیادی در ذهن کلگی ایجاد شد که این شخص کی هست و هدفش از این کار چی بود. اصلا هدفتون از این کلیپ برای دوستای ما بیان کنید. خب من هدفی نداشتم، فقط تنها هدفی همین بود که هموطنان عزیز خوشحال کنم. زمانی که من این خبر شنیدم از شدت ذوق‌زدگی یک کلیپ ساختم و به عنوان از اینکه هموطنان عزیز رو خوشحال کنم با یک خوشخبری و چیزی که من شنیدم اما حرفا را در اون کلیپ بیان کنم و دیگه نام خدا بسیار ویو بالا گرفته و دیگه من امروز تبدیل شدم به یکی از چهره جنجالی مجازی به گفته خودتان و دیگه درسته. پس شما میفرمایید که این صحبت‌های شما، این دلخوشی شما کاذب نبوده، درسته؟ 100%. من فقط چیزی را شنیدم گفتم و باز هم میگم من چیزی را که شنیدم گفتم و چیزی نبوده که من از خود جور کرده باشم یا برای جذب فالوور جور کرده باشم. دیگه چیزی بوده فقط محض اطلاع و خوشحالی هموطنان عزیز. درسته دوستا، همونطوری که این تصویرم که در اینجا من گذاشتم شما میبینید، خیلی ها گفتن که آقای هنردوست عملا به خاطر جذب فالووری خبر را گفتن و حاشیه سازی کردن و میخوام که بازم خودتون در این قسمت بگین که واقعا به خاطر جذب فالوور بودن یا اینکه نه هدف اصلیتون را که در کل گفتیم، ولی خب باز بیشتر توضیح بدین. خب من 100% به خاطر خوشحالی هموطنان من بوده. باز هم میگم یعنی هیچ هدفی نداشتم که بخوایم فالوور جذب کنم و دنبال حاشیه سازی اصلا نیستم. یک آدم معمولی، یک آدم ساده ای هستم که سرم در کار زندگی خودم هست و دنبال از این حاشیه سازی و حرفا اصلا نیستم. درسته. آقای هنردوست، اکثر مردم در فضای مجازی با لحن خیلی بد و با توهین و تحقیرهای خیلی زیادی به آقای هنردوست سوالهای زیادی توی ذهنشان مرور شدن و گفتن که این آقا، این شخص کی هستن، از کجای خبرها رو میارن و به صورت دروغ در فضای مجازی پخش میکنه، یک امیدواری کاذب، یک خوشی کاذب به مردم میده. واقعا این شخص کی هستن؟ من به شما همینجا بگم دوستا، همینجور که خود آقای هنردوستم برای شما توضیح دادن که اصلا هیچ هدفی بابت از این کلیپ نداشت که بخوای جذب فالوور داشته باشه یا از کدام نهاد یا ارگانی یک همچین منبعی خیلی محکمی داشته باشه این صحبت رو کرده باشن. نه، همون لحظه در همون فضا یک سری صحبت‌های بین مردم شده بوده که ایشون از شدت خوشحالی و هیجان، همونطوری که می‌بینید این روزا بحث اخراج اتباع مخصوصا برگاه سرشماری خیلی داغ هستن و اینکه همگی یک سری آشفتگی ذهنی در ذهن کلگی ایجاد شده و به خاطر عمزی هسته که ایشان خیلی خوشحال شدن و گفتن یک خوشخبری به مردم بده و هیچ هدف دیگه نداشتن. و در کنار از اینکه سوال من مخاطب من به همون اشخاصی هسته که گفتن که این شخص کی هسته و چه کاره هسته. این شخص یک هنرمند خیلی محبوب و خوش صدا هستن که
میخوایم باز خودشون در مورد هنرشون بیشتر توضیح بدن. خب من بازم تشکر از شما. من در پهلوی از این که حالا این شاید درست شده، من نام و نشان هنری دارم و دوستای کسانی هستن من میشناسن در نام هنر. دیگه سلامت باشین. دیگه بیشتر در کار آوازخوانی و نواختن سازهای آلات موسیقی افغانستان هستیم، نوازندگی میکنیم. دیگه انشالله باز دوستان باز میتونن بیشتر تحقیق کنن و ببینن کلیپ های ما را. خیلی هم عالی آقای هنردوست برادر گرامی. از اسم ایشان هم مشخص است آقای هنردوست، کسی که هنر رو دوست داره و در راستای از او قدم برداشته. مسلماً که یک روح خیلی لطیف داره و به شخصیت یک همچین هنرمندی نمیخوره که حرفای کاذبی رو بخواد در فضای مجازی نشر بکنه. خب در این قسمت ما میخوایم که از صدای از این هنرمند بزرگوار لذت ببریم. میخوایم بیشتر هنرش رو به شما معرفی بکنیم که از همکارمون میخوایم آلت موسیقیشان را هم بیاره در صحنه و ما بخوایم به شما معرفی بکنیم و بیشتر کنار همدیگه لذت ببریم از هنرنمایی آقای هنردوست عزیز. اگر اجازه شما باشه و میخوایم که دوستای ما را هم از هنرتان مستفید کنید که بیشتر با هنر شما آشنا بشن و یک آهنگ را هم برای ما اجرا کنید. تشکر، زنده باشین، ما در خدمت هستیم. دیگه یک آهنگی را میخوانم، امید است که دیگه برای من گفته نشه تو دروغ میگی، مثلا تو است به خاطر فالوور، به خاطر کدام هدف دیگه ای کار کردیم. خب به هر صورت حالا نظر لطفشان از کسایی که ما دعوا میزنن نشان میکنن. خب یک خوش شعری که مد نظر دارم برای شما میخوانم، برای هموطنان عزیز میخوانم، امید است که مورد قبولشان واقع گردد. خب قبل از اینکه آقای هنردوست بخوان هنرشون اجرا بکنن، دوستان کانال ما رو، چینل ما رو سابسکرایب کنید، اون زنگوله رو هم بزنید، از خبرهای جدیدی که ما برای شما ارائه میدیم غافل نشید و جا نمانید. بفرمایید آقای هنردوست. Khamiras ya gau giro tabari mo
او بیرار پک از یک تلتواری او بیرار شیعه و سنی در یک کشتی پک مسئول ما بیرار. خیلی عالی، تشکر آقای هنردوست برادر گرامی. اجرای خیلی عالی داشتین، در کنار از اینکه یک اجرای فوق العاده عالی داشتین، پیام خیلی فوق العاده عالی با یک اتحاد واحد برای کل مردم افغانستان شما داشتین با این آهنگ خیلی زیبایتون. آقای هنردوست عزیز، علاوه از اینکه شما با کار خوانندگی و نوازندگی که دارید، شنیدیم که یک شغل دیگه هم دارید، میشه در مورد شغل دیگه تان هم صحبت کنید؟ خب والا نمیدونم که شما شغل بعدی از خبر شدین. خب ما در کارهای هنری هستم، در کارهای نقاشی ساختمان فعلا یا رنگمالی ساختمان هستم دیگه. شغل بعدی من همین است و گاهی وقتا نمی کار مصروفم و هست امزی کار دیگه. یک لقمه نانی برای خانه خود پیدا میکنم. خیلی هم عالی، سلامت باشین. دوست آقای هنردوست علاوه بر اینکه توی کار خوانندگی و نوازندگی هستن، توی کار رنگکاری و رنگکاری ساختمان هم هستن که نمونه کارایشان را هم من در آخر ویدیو برای شما میذارم که ایشان در تهران هست. شما میتونید که از در قسمت رنگکاری ساختمان هم اگر داشته باشید شماره تماسشان را میذارم که شما میتونید در این قسمت هم همراه آقای هنردوست همکاری بکنید و از ایشان بخواید که با شما پروژه شما را به اتمام برسانند. خب یک سوال دیگه هم که هست آقای هنردوست، میخوام که دوستای آخرین سوالی که از آقای هنردوست داریم که بیشتر از این وقت شما رو نمیگیریم و میخوام که این سوال خیلی دلی جواب بدین. همونجوری که اول ویدیو گفتیم که ما با یک شخصیت جنجالی فضای مجازی امروز روبرو هستیم و شما میدونید خبری که حاشیه ساز و جنجالی باشن بازدیدها یا نظرهای مختلفی دارن که توی از این نظرها و کامنت هایی که ایشان گرفتن خیلی آمدن با آقای هنردوست بی احترامی کردن، توهین کردن. من میخوام که شما به از این شخصایی که به شما توهین و بی احترامی کردن هم گفتنی داشته باشید. خب ما گفتنی ما همین است برای همین اشخاص. خب فضای مجازی دیگه فضایی است که هر کس نظر میده و حرفای دل خودم میگه. خوب است که آدم یک حرفای سنجیده تر بزنه. خب به هر صورت خب نظر لطفشان است دیگه. ما شما بزرگوارید. خیلی ممنونم آقای هنردوست عزیز. دوستان ما در پایان برنامه رسیدیم و اینجا آمدیم که خب با آقای هنردوست هم آشنا شدیم و در کلیپ شما متوجه شدید که آقای هنردوست اصلا دنبال جذب فالوور یا حاشیه سازی نبودن و اینکه او احساسی که همون لحظه داشتن خواستن با شما اشتراک بذارن. و تشکر از اینکه تا پایان برنامه همراه ما بودید. باز هم میگم کانال ما را سابسکرایب کنید، لایک کنید، نظرات نیکتان را شریک بسازید و تا برنامه بعدی الله یارتون.